اوکی، اگر تو هم مثل من هر موقع میری بدوارز و مثل سگ یکی میزنه در کانت و میمیری و میفتی، برعکس گفتم، خلاصه میفتی میمیری. یا اگرم نیفتادی حداقل یکی بود شمشیر میزنه در کانت که بمیری. خلاصه بگم که راه حل پلوی منه. منم مثل تو نوع سگ بودم تا وقتی که این مپا رو دانلود کردم. راه حل پلوی منه. تو قشنگ میتونی با این ویدیو پرو بشی. آره من خودم پرو نیستم، بعد تو رو میخوام پرو. من تو رو میخوام کنم. و 2 تا مپ آوردم که قشنگ بتونی توش. راه حل پلوی منه. با پکیجای من میتونی پرو پلیر شی. بله خفن گنگ. آره دیگه بریم که شروع کنیم. Let's go. اوکی خب مپ اول برای تمرین بدوارز و اینا مپ بلاکینه. واو چقدر خفن. او و من یک چیزی هم توضیح بدم. همه این مپ ها رو من از آریال بلک نمیدونم میگه الان تو خب ما دست خالی که نمیشه که این همین راست کلیک کردی مثل این اسکولا اصلا کنده نمیشه. این پس چجوری میخوای بکنی؟ اینجا اومدی پایین مثل خر نیوف اینجا ببین میکنه یا نه. یه جا نوشته طول اینو میزنی. باریکلا. حالا بهت یه چیزی میده، بهت آیتم میده، اینا رو درست میکنی. این ریست هم که حالا بعدم بهت توضیح میدم. اوکی بهت وول میده و اندستون با پیککس و اگز و اینا. خلاصه میتونی چیز کنی. حالا میگی ما از این پایین چجوری چیز کنیم؟ میای اینجا یه نوشته گو آپ، اینجاش هم میچی ننوشته. خلاصه اینو بری اینجا اسپام میشی، بیای اینجا اینو بری اینجا اسپام میشی. بله آفرین. میای بلاکین میکنی سری. خب من خودم بلاکین خوب بلد نیستم. آره آها بلاکین خدا. اینجا تایمر نوشت. تایمر برای چیه؟ مثلا نوشته وولو که کندی 0 ثانیه نمیدونم برای باک شد. گلسو که کندی 0 ثانیه. اندستونو که من خود الان اینو گذاشتیم ولی چجوری بکنیمش؟ اصلا میای با شیرز مثل این احمقا اینو درست میکنه یا اندستون میذاری از این چرت و پرت. نه یعنی اینجا ریست رو میزنی. آفر. و 2 تا بلاک اضافه بهت میده. اون 2 تا بلاک اون موقع تو پرتو کنی اون وقت شبیه احمقا نیاد اینجا رو پر کن. خلاصه بهت بلاک میده. حالا میگی بلاکام تموم شد چی کار کنم؟ وای الان این مپ باگ. نه اینجا میای بلاک رو میزنی. میگی این چقدر بزرگه، یارو نوع سگ انه که بخواد اینو درست کنه. خلاصه واقعا نوع سگ. خواهی اینو کمترش کنی برای چیز. اینجا بلاک به دفنس رو میزنی. حالا میگی چرا درست نشد؟ اینو توضیح بدم. این اگر پایین باشه 3 لایه است، اگر بالا باشه 2 لایه است. حالا میگی چرا این انجام نشد؟ باگه؟ نه دوباره اینجا ریست رو میزنی. این ریست خیلی خوب. اینو پرت نکنی مثل این اسکول اونور. ریست رو میزنی. واه خفن. ببین حالا این وسط خالیه، میتونی از این وسط بندازی و تو نمیتونی چیز کنی. میای قشنگ مثل از این های پیکسل مودیات خفن. مثلا من اکانت پرمیوم دارم میتونم شکلی کنم. این بالا این بالا. واو از این وسط نمیتونی بیفتی. ریدی. خب باید از این کنار بیفتی. ایزی. آره حالا اگر نخواستی از اون وسط بیفتی این بفهم. خب شبیه اسکولایی. خب تو چرا از این وسط نیفتی؟ بدش کن. میگی بلت دفنس چیه؟ دفاع کمربندی چیه؟ این بلت دفنس خیلی انه واقعا.
ببین کلا بلاکینت میرینه توش. اینجا لدره واقعا خیلی انه. بعد اینجا اندسونه. اینو میکنی اوکی. اینا چیز شد. میای اینجا تا بخوای این بالایی بکنی بیای اینجا اینو بکنی یارو اومده یکی زده در کونت رفتی هوا. بعد خلاصه این خیلی انه. خواستی از این جلو بزنی اینا میای اینجا شبیه اسکولا اینجا. آره بعد نه اینجا نمیتونی بذاری ریدی. بعد اینا رو بکنی 2 ساعت این شکلی بکنی. بعد اینا هم بکنی میای این شکلی. آره حالا اگر خواستی کاستوم کنی میگی مثلا این گره وول چیه. خب من خواستم یه چیز دیگه انجام بدم. این اول این دوتا پرت میکنی اونور میای اینجا. آها اینجا چی داره؟ اینجا این داره. اینا رو نتونی بفهمی واقعا گاوی. میای گره یا انجام میدی رد اینجا اینو اینا رو آن میکنی. هر کدوم رو آن کنی به جای مثلا گره و از این چرت و پرتا اون بلاکی که دوست داری رو آن کنی. مثلا ریست بزنی اون بلاکایی که دوست داری برات میاد. نگاه الان. آره من الان گره با اندستون شد اینا. بریم سراغ مپ بعدی. این مپ هم گذاشتم تو دیسکریپشن. 全盛期以上に仕上げておきました。お前、俺の全盛期を知っているというのか。神の力か。خب مپ بعدی اینه. اینو میزنی واو اسپان میشی اینجا روی اینجا تلپورت میشی اینجا. و این چیه؟ این برای تمرین کردن پرله. قطعاً اگر میدانستم که چنین وضعی پیش خواهد آمد مرگ را بر زندگی ترجیح داده و اقلاً خود را از تحمل بار افکار جان خراش خلاص میکردم. اینجا میزنی بعد میرینی. بعد میرسیم به فایربال جامپینگ. حالا میرسی اینجا اینجا اسنوبال فایربالت کن. آها ریدی. این اسنوبال فایرباله. گریه کن عقب مانده. چی گفتی خورکشه؟ نیم به پارکور. ببین ایرانی به خدا قسم اگه یه بار دیگه لینک همستر رو برام بفرستی خودتو هفت جد و عبادتو تبدیل به همستر جنسی میکنم که صاف برید زیر خایای مالک تلگرام کوین استخراج کنید و درآمد دلاری به دست بیارین. بعدی بو من بوم خیلی خوبه. من بو اسپمرم. نگاه. آها میایم چست لوتینگ. آها باید این سبزا رو بگیری. ناموسن؟ چست لوتینگ هم انجام دادی. حالا بریش ترینینگ خیلی بهتره. اینجا فلیکرینگ ترینینگ قشنگ با اینا هم میتونی درد و دل کنی. من الان گاوم با یه گاو دیگه میتونم درد و دل کنم. مثلا نگاه کن این الان خسته است غمگینه. نگاه چشاش این شکلیه. توی باش درد و دل کنی. عزیزم حالت چطوره؟ حالت خوبه؟ شب این روانی باش دردش کنی. و اینجا می بابو میزنی. باباتو اینم از مپ بعدی. آها حالا این چیه؟ الان از اون موقعی که گوسفند بود، از اون موقعی که گاو بودی تبدیل میشی به گوسفند. میای مثلا نگاه کن این غمگینه الان. باب جان حالت چطوره؟ احوال
پلاس سوخت دارم باید حرف میزنم. آیتما رو نشونه در حال خاروندن دماغ.